سلام، امروز اومدیم با کلی شیر کاکائوی خوشمزه و میخوایم بین اینا چند تا رو برای شما تست کنیم. سلام بچه‌ها. شیر کاکائو از سال 1994 به دنیا آمد. سرچ نکردیم خود چقدر. اولین شیر کاکائو در ایران. بچه‌های عزیز، بچه‌ها میدونستین که از هزاران سال پیش توی آمریکای جنوبی مرکزی نوشیدنی‌های درست می‌کردن که بر پایه کاکائو بوده، ولی اینا فوق‌العاده تلخ بوده. ولی بچه‌ها بعدش توی اروپا میان تغییر رویه میدن و به این نوشیدنی‌ها شکر و شیر اضافه میکنن و از همونجا شیر کاکائو شکل میگیره. انگار که آغاز شیر کاکائو از اروپا بوده. الان می‌خوایم شیر کاکائوی روزانه رو با شیر کاکائوی رامک مقایسه کنیم. خب به نظرت بسته‌بندی روزانه چجوریه مونا؟ خب روزانه بچه من کلا اصولا شیر کاکائو رو تو بسته‌بندی‌های قهوه‌ای بیشتر میبینم. خب ولی این اومده نصفش رو حالا به رنگ همون شیر در آورده و نصفش رو شکلات. جالبه که حالا مثل بقیه‌شون قهوه‌ای نیست کلا توناژ رنگیش. خب نظر من اینه که این یکم متفاوت تره تا شیر کاکائوهای دیگه و به نظرم این چیزی که طراحی که داره از گاو خیلی بامزه تره تا رامک. بچه به گاو رامک دقت کنین، خیلی زیاد طراحی جالبی نداره، اون خیلی شیک تره، خوشگل تره. آره بامزه تره. آره کلا اصولا یعنی شبیه سرخپوستا درستش کرده. دامن پاشه؟ راست میگی دامن پاشه. دامن پاشه اینجوری. کلا الان روزانه احساس بهتری بهم داد ظاهرش. خب مریم کالریش؟ خب. کالری 144 این 151 کالری و قیمتشون که این قیمتش 23,000 تومان. قیمت اینم 24,600. البته بچه‌ها قیمتایی که الان داریم اعلام میکنیم برای امروز و این ساعت. خودتون دقیقاً این ساعت بچه‌ها شاید یک ساعت بعد اعلام کنیم. یک ساعت بعد تموم. بریم راجع به مزه‌شون دیگه نظر بدیم. موافقی؟ اول از کدوم شروع کنیم؟ اول از روزانه شروع کنیم. اوکی. رنگاشون بچه‌ها همونجوری که می‌بینین خیلی تفاوت خاصی نداره، انگار تقریبا دوتاشون یه رنگ هستن. فقط به نظرم یه کوچولو غلظت رامک بیشتره اینجوری که من دارم می‌بینم. آره. نمی‌خوای چیز کنی؟ خب بریم ببینیم. خب طعم کاکائو میده اصلا؟ چرا؟ ولی به نظرم اون قدرها که باید غلیظ نیست. یکم مزه شیر که شیر شیرین، من همچین حسی دارم. یکم مزه شیری که چی میگم بهش مواد نگه دارنده اضافه شده میده. به نظرم این شکلی هست. حالا بریم برای رامک ببینیم اون چجوریه. بفرمایید. طعم شکلاتشو بیشتر احساس میکنم، همونجور که مریم هم گفت غلیظ‌تر بچه‌ها. منم حس میکنم تا اینجای کار رامک بهتر بوده. پس برنده رامکه. بریم سراغ دنت و دامداران. از لحاظ ظاهری که بچه‌ها نسبت به شیر کاکائوی دیگه این دوتا شیر کاکائو قد کوتاه‌ترن. آره به خاطر همینم من اینا رو با هم گذاشتم. حالا میخوایم ببینیم کدومش بهتره. این دنته راستشو بخواین من حتی همین الانم که اینا رو خریده بودیم یه لحظه به مونا گفتم مونا مگه این همون چیز نیست، دنت نیست، یعنی دسر دنت. کلا این مخصوصا سایز کوچیک بودنش و این که کلا این قسمتی که نوشته شیر کاکائو خیلی تو چشم نیست. به نظرم این دیدو به مشتری میده که بیشتر این یه دسره. این حجمش میدونم که کمتره. حالا بهتون میگم بچه‌ها. این 125 میلی لیتره. 125 میلی لیتره ولی این یکی 200 میله. از لحاظ ظاهر کدومشو بیشتر ترجیح میدی یعنی الان؟ به نظرم این خیلی بیشتر تو چشمه همونجور که گفتم، چون اصل این
باید شیر کاکائوش مشخص باشه که این اصلا مشخص نیست، خیلی کوچولو اینجا نوشته، حتی همینم زیر نیش هست، یه مقداری کوچولو کاکائوش رفته زیر نیش. و اینکه این شکلکش خیلی بامزه است. نظر تو چیه؟ شکل اونو خیلی دوست دارم این شکلکه، ولی خب از مربع تقریبا البته مربع از این آره پهن بودنش خوشم میاد، باریک نیست. آره خیلی از این خوشم میاد. من دامداران رو ظاهرش رو ترجیح میدم. دقیقاً منم دامداران. خب از لحاظ قیمتی من چجوریه؟ از لحاظ قیمتی هم که این 27 بچه‌ها. این 18,000 تومنه. خب نسبتاً باید هم ارزان‌تر باشه. خب این 125 میله، اون چند میله؟ 200 میله. 200 میله. و خب انرژی این بچه کم چربه البته 129، اون چقدره؟ انرژی این 92. خب بریم برای تستشون. اینجا چی داریم مریم؟ شیر کاکائو، دامداران و دنت. خب بچه‌ها اول بریم دنت رو تست کنیم. من خیلی ذوق داشتم برای دنت. من توش تیکه تیکه نسبتاً غلیظه. من میگم ولی آره برای منم تیکه تیکه است. شاید چون خوب هم نخوردم. شاید. من دوست داشتم چون شیرینیشم دلمو نزد. و غلیظم بود، دوست داشتم خیلی. بریم سراغ دامداران. نزنیم من. ولی من دامداران رو بیشتر دوست داشتم چون انگار بافتش طبیعی تره. اون واقعا نمیدونم فکر کرده دسر چیزیه. نه بچه من دنت خیلی دوست داشتم. مریم دنت خیلی غلیظ ولی حس کن واقعا طعم واقعی شیر کاکائو دامداران میده. دنته یه جوره انگار دسر شکلاتیه. دسر شکلاتیه. نه واقعا مزه دسر شکلاتی میده بیشتر تا شیر کاکائو. من دامدارانو میپسندم. تو چی؟ منم به زور دامداران. شوخی کردم. پس برنده دامداران. بچه‌ها شیر کاکائوی کاله و پگاه. خب از لحاظ ظاهر من فکر میکنم این خیلی رسمی طوره، شیک‌تره. حتی من اینجا رو دقت کن، اینجا یک حالت اوریپتور در آورده، می‌بینی؟ و بچه‌ها دقتی خیلی جالبه. بعد طعمای دیگه‌اش بچه‌ها مثلا اینجا شکلات هست، طعمای دیگه‌اش مثلا اینجا توت فرنگیه یا مثلا موزه و خب خیلی جالبه. این یکم خاصش کرده نسبت ولی بقیه. خب اینو فکر می‌کنم بچه‌ها بیشتر دوست داشته باشن چون این شکلایی که حالا روی بسته‌بندیش هست بچگونه تره. و از لحاظ ظاهر کدومش ترجیح میدی مریم؟ از لحاظ ظاهر فکر میکنم این دوتا رو اصلا نمیشه با هم قیاس کرد. این به نظرم برای بچه ها خیلی بهتره. نه از دید مریم عزیزم، از دید مریم اینه که واقعا هیچ کدوم اونقدر تو دلم نرفته. چرا؟ چون باید یه چیزی بین این و اون باشه. از دید مونا باید فانتزی باشه، یکم رسمی، نه اینکه کامل رسمی یا اینکه کامل فانتزی. از دید مونا بیاین بررسی کنین. دید مریم یکم خاموش بود. از دید مونا بچه‌ها کاله شیک‌تر از پگاه بود. همون. من خودم توی ظاهر هیچ صحبتی ندارم واقعا. خب اوکی. و بریم سراغ مزه‌شون. صبر بده. قیمت خانم. من خیلی مشتاقم که بریم اینا رو بچشیم. قیمت پگاه 29 هست. قیمت پگاه دست منه. چجوری شما قیمت پگاه دستتون اومده؟ قیمت کاله 29 هست. بله خب قیمت اینم 23,000 تومان. و انرژی کاله 153 143 و حجمشون هم که یکیه. ولی بچه‌ها آره. ولی بچه‌ها روی کاله نوشته غنی شده. نوشته روی آهن ای و دی. یعنی چی؟ این چیزی که روش نوشته. دیگه ادعایی که کرده نمیدونم. اگر که واقعی باشه خب خیلی خوبه. بچه‌ها پگاه یه چیز جالبی که داره فکر میکنم واقعا بیشتر به درد بچه‌ها میخوره، این قسمتش رو ببینید که زده شیر و دوستان. بعد حالا همطور که اینجا یه شکلک مخصوص برای کاکائو گذاشته، اینجا هم برای شیر هویج یه هویج گذاشته، بعد موز، توت فرنگی و فکر میکنم اینم یعنی به نوعی برای خودش خلاقیتی داشته. خب لطفاً از شرکت پگاه میخوام که هزینه اسپانسری با مریم پرداخت کنه، بعد شرکت کاله لطفاً با من پرداخت کنه. مشکلی نیست. بله.
بله پگاه و کاله. خب بچه از لحاظ رنگشون کاله یه مقدار تیره تر از پگاهه. بریم ببینیم طعمش چجوریه. بریم کدوم؟ الان تو کاله بیا ببین خیلی ذوق داشتم این کاله. خوشمزه خدایی. طعم خوبی داره ولی یه کوچولو نزدیک به دنته بود، یعنی یه مقدار همون طعم کلا من اینجا غلیظ غلیظ بودنه دوست هست. نداره و برعکس من عاشق بچه‌ها غلیظم. نه من غلیظ دوست دارم ولی دوست دارم از شیر کاکائو بودنش هم دیگه بیرون نیاد. این شیرین تر نیست به نظرت؟ شیرین تره و من تصمیم خودم رو تو ذهنم دارم دیگه. ببین این یکم بیشتر طعم خونگی میده پگاهه ولی کاله نه. خدای من کاله خوشمزه‌تر بخوری بار دیگه. چیزتره به نظرم، شیرینیش کمتره بچه‌ها. این کاله آره. شیرینیش نسبت به پگاه کمتره. بین این دوتا من کاله رو میپسندم. منم همینطور. خب برنده نهاییمون کی شد؟ کاله. ببینیم کدوم بهتره. خب از لحاظ ظاهر راستش من اصلا نمیپسندم، یعنی من روی کیفیت چاپ خیلی خیلی حساسم، کلا چه توی لباس خریدن چه توی خوراک خریدن. اصلا چرا اینجوریه؟ احساس میکنم اصلا کیفیت چاپش در حدی نیست که بخواد روی یه شیر کاکائو باشه. اصلا گاوه چرا این شکلیه؟ هم طراحیشون خیلی افتضاحه، همین که حتی کیفیتشون، یعنی حتی این قسمتش که نارنجیه اگه نگاه کنی کامل نارنجی نیست، قشنگ پیکسلاش مشخصه. من حالا اگه بخوام بین این دوتا یه دونه رو انتخاب کنم حداقل اینو ترجیح میدم. صبر نسبت به هر کیفیت چاپش باز بهتره حداقل اگر خود گاوه یکم زیادی گاوه ولی کیفیتش بهتره. خب بریم راجع به قیمتش صحبت کنیم. منم چنده؟ سبا چنده؟ قیمت این که 21 تومنه. قیمت اینه 28 تومنه. مطمئنی 200 میله. اینم 200 میله. مطمئنی 21 تومنه؟ آره. خب این 28 تومنه. 28 و 900 تازه انگار 29 تومنه. بعد کالریش اگر بخوام بهتون بگم 150 140. خب بریم برای اینکه تستشون کنیم. خب از لحاظ رنگ که مشخصه کاملا متفاوتن. صبا خیلی کم رنگ تر از بچه‌ها و من رنگ اینو بیشتر میپسندم. منم هم. این هرازه؟ آره این هرازه. این هرازه. خب بیا از هراز شروع کنیم. چی؟ چون گرفتش بعد از کاتو میگیره. غلیظه، خوشمزه است و دوست داشتنی. باید اینو بخورم بعد نظرمو بگم. بیا. خیلی دوست داشتم. صبر ترجیح میدم. طعم این بیشتر شبیه شیر کاکائو. این بیشتر بچه انگار فقط یه چیز شیرین خوردم، خیلی طعم شکلات احساس نکردم، ولی این با اینکه کم رنگ تره بیشتر حس شد. مزهش بهتر بود. پس برنده کی شد؟ صبا. بچه دیگه فشارم داره میفته از بس شیر کاکائو خوردم. نه فشارم رفته بالا فکر کنم داره حالم بد میشه. اصلا داره واقعا سردرد گرفتم. راست میگم سردرد دارم. خب بچه ها اومدیم توی نیمه فینال. چی داریم مریم؟ پگاه و تمتران. شبا گفتم. رامک و کاله. چی داریم اینجا مریم؟ رامک کالن. ای کالن. چی داریم اینجا مریم؟ میدونیم یادم بچیم تو مثلا فکر کنم چند چیز درست کرده باشم بعد توی یکیش سم کرده باشم، مثلا بگم من حواست باشه اینو مثلا بده فلانی تو نخور. خب یک درسته گمش میکنه. خب بچه ها این من بگم تو ماهیه، یعنی این دوتا رو ما الان باید بدونیم که چی چشه. چرا جمع میبنده؟ چرا جمع میبنده؟ رکورد میگیریم ببینیم این دوتا توشون چی بوده. دوباره رامک کاله، رامک کاله، رامک کاله و رامک. خب
از کدوم شروع کنیم؟ از کاله دیگه. بازم داشتم فکر می‌کردم چیه. واقعا دیگه از طعم شیر کاکائو متنفرم. خب این کاله به نظرم یه مزه میده که واقعا خیلی آنچنان دوست ندارم. ولی بریم سراغ رامک. بیا دادم رامک رو خوردی؟ تا من خیلی نزدیکن. مطمئناً رامک. طعمش واقعا بهتره. این یه مزه همون طعم نگهدارنده چیزی این شکل. نمیدونم توی سری اول اینو حس کردم یا نه، ولی توی این سری واقعا به چشمم اومد و این یکم غلیظ‌تره، رنگش هم قشنگ‌تره و شیرینیش هم خوبه، به جا هست، نه کمه نه اینجوریه که خیلی دلو بزنه. درسته. پس برنده کی شد؟ رامک. خب بریم برای سبا. تست سبا. این راستی به بچه‌ها نگفتیم این دامدارانه. ما الان داریم سبا و دامداران رو بچه‌ها با هم مقایسه می‌کنیم. خوبه، بد نیست. البته یه مزه خاص داره. با در نظر گرفتن اینکه داره حالا از شیکاکائو برمی می‌خوره. اینو میپسندم چون واقعا این همون مزه‌ای که نباید رو داره، ولی این عالیه. خدای من عالی بود دامداران. خیلی عالی بود. پس برنده دامداران. بچه‌ها آپادا کلاً یه مقدار ناراحت شده بود چون که ما یادمون رفته بود بذاریمش. حالا مجبور شدیم دیگه بیاریمش مستقیم توی فینال. خب خوشحال باش دیگه گاوه کوچولو. حقیقتا ظاهرش خیلی ترسناکه. نگاه این چه وضعشه مریم. واقعا حقت نبود که بیای فینال. نگاه دماغش کن. اصلا نه واقعا یه وایب خوبی به من میده. حالا شاید من بزرگسال بدم نیاد، ولی خیلی تیره است. هم تیره است هم برای بچه‌ها یه انگار دزد، انگار قاتل گاوه. دقیقاً 23500 تومنه و در مورد انرژیش که بگم 125 کیلوکالریه و 200. آپادا داریم، رامک و دامداران. بخور اول بعد من میخوام. اتفاقا مزه قابل قبولی داشت به نظرم. نمیشه گفت بده. یه ذره انگار چرب بود بچه‌ها. کلا اگه دقت کنید آپادا همیشه اکثرا چیزاش چربه، یعنی من ماست و چیزایی که ازش دیدم کلا چربه و الان میبینی یه مقدار چربی هم روی سطحش هست اگه دقت کنید. خب بریم سراغ رامک. صد درصد بین این و آپادا فعلا من رامکو در نظر دارم. میشه من یه بار دیگه آپادا بخورم؟ بخور. نه سفید من ممنونم. از آپادا هم بچه خوشم میاد، ولی یه ذره رامک بیشتر طعم شکلات میده. بریم سراغ دامداران. فکر میکنم دامداران و رامک یه رقابت سرسخت با هم داشته باشن. اصلا هم سرسخت نیست بچه‌ها. واقعا من دیگه همچین شیکاگائو رو دامداران میگیرم. من احساس میکنم این رامک بیشتر طعم شبیه همون دنت بود، یعنی یکم به اون حالت شکلاتی بودن بیشتر نزدیکه، ولی دامداران دقیقاً یه شیرکاکائو متناسبه، یعنی نه از اون طرف افتاده نه از این طرف. من دامداران رو انتخاب میکنم. پس برنده فینال دامداران. واقعا هم حقش بود مریم. خیلی خوشم میاد از هر همه چیزی که میخورمش. دقیقاً هم چربیش، هم طعم کاکائوش، طعم شیرینیش، اصلا همه چیز خیلی خوبه. و راستی بچه‌ها جلدش هم دقیقاً همونه که مربعی بود و خاص بود و خوشگل بود.
خب بچه‌ها، با توجه به ویدیوی قشنگی که توی کانال مونا جون گذاشتیم و حتما باید برید ببینیدش، مقایسه برند کروسان‌های ایرانی که میتونید اینها رو با شیر کاکائو دامداران تست کنید. ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های قشنگتون این همراهی رو به ما نشون بدین. حتما این زنگوله رو روشن کنید که حواستون باشه هر وقت ما ویدیو داشتیم ما رو بتونید پیدا کنید. بچه راستی یادتون نره ویدیو کانال منم ببینید. مرسی. خدافظ. ببینیم چه شکلی اینا. به نظرم بسته‌بندی کاله یه بسته‌بندی قابل قبوله. رنگش اصلا ما قرار نبود راجع به کاله صحبت کنیم مسکو. چرا تو قرار بود صحبت کنیم؟ بده من. یعنی یک ساعت اشتباه رفتیم. خب بیا. یک صافی شدم. یک دوست نه اصلا نبود. یک دوست بیا. چجوری رو نمایی می‌کنی؟ درسته. یک دوست. نه. یک دوست. تو چه خیلی دست می‌گیری؟ چون دست درازم. یک دوست. با دامداران تا شامگاهان. خب بریم ببینیم هر کدوم چه طعمی دارن. این چیه؟ این دوباره این چیه؟